با گذشت 30 سال از فروپاشی اتحادیه شوروی، یکی از جمهوری‌های سابق آن تاجیکستان تلاش دارد هویت تازه پیدا کند و گذشته کمونیستی خود را پشت سر گذارد. این کشور آسیای مرکزی که با افغانستان، چین، ازبکستان و قرقیزستان همسرد است، مرزهای معاصر خود را در ابتدای عصر گذشته وقتی که رهبریت شوروی تاجیکستان را جمهوری کامل حقوق شوروی اعلان کرد تشکیل داد. دوشنبه یک دهه خورده که با بازارهای بزرگ خود معروف بود، پایتخت نو انتخاب شد. معماران شناخته شوروی در تاجیکستان برای قامت افروختن بناهای معموری و استقامتی دهها سال فعالیت نمودند. اما بهرام یوسوپوف، رئیس اتفاق معماران تاجیکستان که رهبری ساختمان بنای بلندترین شهر دوشنبه مجتمع نو خدمات علاقه در مرکز شهر را بر عهده داشت، میگوید مقام نو پایتخت شهر را به تغییرات کلی وادار کرده است. دوشنبه را از 3 سمت کوهها به آغوش کشیدند. منطقه وسیع پایتخت هم تشخیص و محدود می باشد. وابسته به آن مناسبت به زمین و ساختمان منبعد به نرخ طلا برابر است. جنگ شهروندی سالهای اول صاحب استقلالی تاجیکستان که 5 سال ادامه کرد، نوسازی پایتخت تاجیکستان را به تأخیر گذاشت. وقتی که صلح برقرار شد، پرزیدنت کشور امامعلی رحمان با آباد کردن پایتخت، خراب نمودن بناهای استقامتی و معموری شوروی و ساختن مناره‌های بلند آشیانه و یادگاری‌های نوی ملی شروع کرد. ولی وقتی تئاتر به نام مایاکوفسکی و استاد سابق حزب کمونیست تاجیکستان تخریب شد، این اقدام اعتراض مردم را با طلب حفظ بناهای تاریخی به میان آورد. سلاله تاجیکان 1000 سال پیش از حاکمیت محروم شده بود. حاضر صاحب استقلالی دولت تاجیکان برقرار شده است. به فکر من تلاش بنیاد شهری حدالامکان جوابگوی هویت تاجیکان از همین سرچشمه منشأ میگیرد. شاید از همین سبب حاضر در جای اول نه بنیاد بلکه تخریب ساختمان‌های کهنه است. در سال 2017 گیم پلان و یا برنامه بازسازی دوشنبه تکمیل شده. در این دوره در پایتخت تاجیکستان بیش از 500 بنا و مجتمع نو بنیاد گردیده است. صرف نظر از تخریب محله ها و بناهای کهنه و ساختمان بناهای معاصر به اصطلاح عثمان خراش، حمایت از میراث زمان شوروی زیاد نیست. معمار و مورخ تاجیک غفور شرمتوف میگوید جستجوی جنبه‌های سیاسی و ایدئولوژی بازسازی دوشنبه عملی درست نیست. سخن درباره ایدئولوژی بی‌پایه است. اینجا بوی پول به مشام میرسد. تمام زمین در مرکز پایتخت گران است و خوب به فروش می رود. همه‌اش همین. حکومت تاجیکستان روی خط بناهای تاریخی را ترتیب داده، در آن از جمله مجتمع مجلس عالی را شامل کرده است، ولی اکثر بناهای دوران شوروی که سالهای 40 قرن گذشته بنیاد شدند به احتمال زیاد از بین برده می شوند.